خدایا ما چه کردیم؟ زندان هم شدیم، از دنیا هم رفتیم. سبب زندان شدنمان گناهمان بود. امیدواریم که ما را میبخشی. خوشحال از آنیم که شهید شدیم، ما نمرده ایم. خود گفته شهیدان نمی میرن. خدایا از این دنیا چیزی ندیدیم، ما را در قیامت شرمنده مکن. زندان دنیا برایمان راحت بود. خدایا از زندان اینجا ما را ایمن بدار. خدایا ما جز تو کسی نداریم. آمدیم به نزد خودت، ما را میبخشی هم. خدایا خاندان ما را صبر بده تا از پس ما گریه نکنند، چون ما اینجا در عذاب میشویم. خدایا باز ما را ببخش. آمین. دوستانم، از دست دوستتان صدای امید چیزی نمیاد با جز دعا. یک جای دعا میکنیم: این لله و این الیه راجعون. بسم الله الرحمن الرحیم. از عمر رضی الله عنه روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید مردگان در قبر عذاب میکشند. سببگار این ما و شما هستیم. مرده را که در قبر میگذاریم، از پس او داد و فریاد و فغان میبرداریم، گریه میکنیم. تا آن دمی که ما و شما گریه میکنیم، مرده در قبر عذاب میکشد. حدیث متفق علیه. نکنین برادران، خواهران، مادران عزیز، تا آن دمی که ما و شما گریه میکنیم، آن میت خودش تنش درمند است. بالای درد ما و شما باز درد به آنها میدهیم. چه سود است دیگر؟ به خبر از همدیگر آسوده خوابیدن چه سود؟ بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود؟ زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر روی مزارش آب پاشیدن چه سود؟ این گریه های ما و شما دیگر فایده ندارد. در حقش دعا بکن. باقی در امان الله باشید.